ای داد بیداد، نمیتونم دمپاییامو پیدا کنم. حتما یکی دیگه پوشید رفته. تو هم مال یکی دیگه رو بپوش. تو معبد همیشه همینطوری میشه. اون کل پولو گرفت اما کار منو راه ننداخت. اسمشو بگو. خدا. اسم کاملشو بگو. اسم کاملشو بلد نیستم. کجا زندگی میکنه؟ همونجا جلوی معبد. تو پولو کف دستش گذاشتی؟ نه، ریختم تو جعبه. خودش گفت کارتو را میندازه؟ اون که نمیتونه حرف بزنه. چرا؟ مگه لاله؟ شاید. جدی؟ بهم بگو چه شکلیه؟ دقیقاً شبیه اینه، فقط اندازش بزرگتره. بیا اینجا نکنه مستی؟ آره، اما شماها اینو از کجا میدونید؟ فکر کردی من خرم؟ 20 ساله دارم تو اداره پلیس کار میکنم. خوب میدونم کی کیه و چی تو کلش میگذره. آقای سینگ، لباسشو بگرد. کارت شناساییشو بده. بفرمایید. دکتر دیملو؟ آخه آقای دکتر، برای چی انقدر خوردی که حتی دینت هم فراموش کردی؟ شما اشتباه کردی و به جای اینکه بری کلیسا رفتی معبد. شما باید برین کلیسای خودتون، پیش خدای خودتون. کلیسا؟ وسیلم چی میشه؟ کنترلم چی میشه؟ به خاطر گناهان شما بود که خدا رو با میخ مصلوب کردن. اون وقت تو با میخ؟ خدا رو مصلوب کردن؟ کی؟ 2000 سال قبل، به خاطر گناهان شما. مگه من چیکار کردم؟ من که تازه اومدم اینجا. نکنه مستی؟ آره. خدا داره نگات میکنه، داره رفتار تو رو میبینه. کجا؟ خدا کجاست؟ توی اون جام چی؟ شراب. تازه فهمیدم موضوع چیه. پس خدا از خوردن آب نارگیل خسته شده، حالا از خوردن شراب لذت میبره. خب منم بهش شراب میدم. پس منم شروع کردم به جمع کردن پول. یه مقدار پولو از ماشین لرزون به دست آوردم و یه مقدارم از اون آقای مهربون که هر روز با کاسه پول روی پل میایستاد. هر چقدر که پول میخواستم میتونستم بردارم. داداش یه خونه خدا که این نزدیکی ها باشه کجاست؟ نه ها، همینجا روبروته. واسا بینم تو این چیه؟ شراب برای خدا آوردم. اون کجاست؟
اون خانومه خیلی ناراحت به نظر می اومد. برای اینکه بفهمم دلیلش چیه دستشو گرفتم. ببینم میخوای بیوه رو اذیت کنی عوضی؟ ها؟ تو از کجا فهمیدی که این خانوم ساری بیوه؟ سفید تنشه، یعنی اینم نمیبینی؟ سبینم